سرخط مهمترین خبرها. جوانان خدمتگریز را در مسجد و بازارها بی‌آبرو می‌کنند. پسر سوریه در صدمه درگذشت و 9 ماه در انتظار دیپورتاسیون از روسیه. سلام بیننده های عزیز، آغاز هفته نوتان مبارک باشد. شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 24 اپریل است. شب 22 اپریل در صدمه در دوشنبه پرویز شریفزاده پسر اسرار شریفزاده دادرس دادگاهی کنستیتوسیونی تاجیکستان به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که حادثه ساعت 9 شب 22 اپریل در مرکز دوشنبه رخ داده است. با گفته وزارت در این صدمه یک نفر دیگر نیز جان باخته 4 نفر مجروح شده است. نظر نزدیکان دو طرف در این صدمه هنوز دسترس نشده است. منبع رادیو آزادی در اداره بازرسی دولتی اتومبیلی روز 20 اپریل گفت که نفر دوم فافیده نیز از پیوندان اسرار شریفزاده بوده است. اسرار شریفزاده دادرسی سابقه‌دار از سال 2019 به این سو دادرسی دادگاهی کنستیتوسیونی یک شاخه تاثیرگذار در نظام دادگاهی تاجیکستان است. درباره نفری که به گفته مقامات صدمه به وی رخ داده است معلومات زیاد دسترس نشده است، ولی منبع رادیو آزادی گفت او پسر یک تاجر بوده است. پرویز شریفزاده 30 ساله استادی اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان بوده است. کارمندان جماعت شهرک بوستان ناحیه مسجد رویخط 160 نفر دعوت شونده را نشر کردند که به گفتهشان این جوانان با هر راه و واسطه از دعوت به خدمت حربی سرکشی می‌کنند. نشریه مقامات ناحیه مسجد مشعل با تکیه به یک بیانیه خبر داده است که رویخط دعوت شوندگان سرکش با دستور رهبریت جماعت شهرک در جایهای جمعیتی از جمله نزد بازار مرکزی ناحیه مسجد و پشت در مسجدهای جامع نصب شده است. در بیانیه همچنین آمده است که پدر و مادران آنها عهده‌داری‌هایشان را در نزد قانون اجرا نمی‌کنند و گریز از خدمت حربی به شأن جوان پسران نیز نمی‌زیبد و این رفتار آنها مایه بین‌انگیز است. ترتیب دادن فهرست جوانان خدمتگریز و نصب آنها در جایهای جمعیتی کم سابقه است. در گذشته مسئولین نامناسب جوانان سن سالشان موافق به خدمت حربی را ترتیب داده به مسئولین فرودگاه‌ها می‌فرستادند تا آنها از کشور بیرون رفتن نتوانند. در تاجیکستان روز 1 اپریل دعوت بهاری به خدمت حربی آغاز شد و آن تا 31 می ادامه می‌یابد. یکی از سبب‌های اصلی سرپیچی جوانان از خدمت حربی حتمی 2 ساله را برخی از ساکنان و حامیان حقوق در بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان می‌نامند که گاه‌ها با مرگ و معیوب شدن سربازان می‌انجامد. در تاجیکستان تعداد عائله‌هایی که به آنها خطر گرسنه ماندن تهدید می‌کند نظر به سال گذشته کمتر شده است. این نکته را برنامه جهانی آذوقه یک بخش زیرتابع سازمان ملل در گزارش اخیرش نشر کرده است. ولی بر اساس این گزارش تا حال 18% خانواده‌ها در تاجیکستان برای خرید غذای ضروری مبلغ کافی ندارند. خبرنگار رادیو آزادی از ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه پرسید که خوراک هر روزه آنها چیست و سبد استعمال آنها چی دارد. پاسخ آنها را در اینجا تماشا کنید و نظر خودتان را هم فراموش نکنید. ما سحری شیرچوی میخوریم، 2 تا تخم میخوریم، انا سمیتان میخوریم، انا بعد 1 تا با سیب میخوریم، 1 تا با استکانیگه شکرچوی میخوریم. اون چیزی که خواهم همونا میگیرم میخورم. اون چیزی که خواهم همونا میگیرم میخوریم. اهل اویلا کتی همش تیش یوان خیلی شکایت ندارم. در یک ماه چقدر مبلغ صرف میکنید برای خوراک؟ ممکن که 1 تا 2000 سومون کلان است، خیلی کلان 2000 سومون 2500 سومون خراجات میکنید. های اوقاتا و یکون شوربا یکون دیگر خلاف خود میرسد مقصد. هایش ما تورت یکون شیرینی خریده بوده فقط در جشن ها میکنید؟ در جشن ها در یکون معرک و تورت یا یکون شیرینی پاستن نمیکنید. این خیلی گوشت خیلی گوشت میشه و این نگده مثل که در هفته یا بود این نگده بواید شد هر بگه هر خیلده ماهاش بگیریم مثل که تو یا هفته را هر بگه میشه و بعد ماهاش با یا هفته پاس مثل هر روز هرچی لوبی شوربا آش مکرون پلاو همو دیده
زندگی ما دیده چیز زورم برسه اول. هر وقت که دلتون خواهد یکم شیرینی هم گرفته میتونید که کوشش میکنم که برای فرزندو بگیرم. حرکت میکنم که بیوه نمونم فرزندو را ده میخواستگیش رو تامین کنم. تخم یگان چی باشه میگیریم، یگان 3-4 لینگا که مرغ میگیریم. اما یا دانه تخم بخری، اینا یا نام بخری. خیلی حسابش کنین آخه. امیر روسا میگه پاتریبیتلسکای کارزینا. توجیکو دا نیسته، خیلی وقت در ریزا میکنی. یک مهاجر 61 ساله توجیک میگوید 9 ماه باز در بازداشتگاه موقتی کراسنای سیلوی شهر سنت پتربورگ منتظر اخراج و دیپورتاسیا از روسیه است. معمولا مهاجران را برای ویران کردن قاعده‌های بودوباش در مدتی از 1 هفته تا 3 ماه به تاجیکستان میرانند، ولی خیرالله ارگاشف میگوید از ماه آگوست سال گذشته تا حال کسی سراغش نمیکند. این مهاجر تاجیک میگوید او را ماه آگوست سال گذشته ماموران پلیس در کوچه دستگیر کردند، زمانی که به گفتش حجتی نداشت و به آنها نام و نسبش را دروغ گفت. او به رادیو آزادی نقل کرد که دیرتر وقتی حجت‌ها را آورده نشان می‌دهد، ماموران برای دروغ گفتنش قرار اخراجش را میبرند. با ادعای خیرالله ارگاشف او برای گرفتن یاری برها به کنسولگری تاجیکستان مراجعت کرد، ولی کسی یاری نکرده است. اما نمایندگان سفارت تاجیکستان در مسکو روز 20 اپریل در نامه به رادیو آزادی نوشتند که از قضیه خبر دارند و این مسئله را مورد بررسی قرار دادند. سالانه هزارها مهاجر تاجیک را برای نقض قاعده‌های بودوباش از روسیه اخراج می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بخازاده همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی بخبر نمانیم. در اوج اشغالگری‌های آسیای مرکزی از طرف روسیه در عصر 19 سال 1867 به بخش عمده از قلمروهای امروزه آسیای مرکزی عنوانی گنرال گوبرناتوری ترکستان داده و از جانب روسیه پادشاهی تصرف گردید. روسیه که با انگلستان برای نظارت بر منطقه رقابت شدید داشت، سالهای 1867-68 خانگری خوقند را تارمار کرد و حاکمان بخارا و خیوه هم صاحب اختیاری خود را از دست دادند. در این جنگ‌های چند ساله نزدیک 300,000 کس کشته شد. بعد تبدلات بلشویکی اکتبری سال 1917 این قلمروها رسما چون جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی ولی عملاً زیر سلطه روسیه به هیئت SSSR شامل کرده شدند. 24 اپریل سال 2013 سوختار در بازار فراوان شهر قرغان‌تپه باختری امروزه صاحب 80 دکان را مفلس و قرضدار گذاشت. یکی از کلانترین بازارهای جنوبی تاجیکستان دستی کم 3 دفعه سالهای 2012، 2013 و 2022 شاهد سوختارهای پرآسیب شده است. سوختار در بازارهای نقاط دیگری تاجیکستان هم بارها رخ داده است، ولی اکثر وقت جبران زیانی رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بحث برانگیز میماند. 24 اپریل سال 1928 زادروز آوازخوان مردمی شومخور آدینبیکوف است که در 67 سال عمرش چون عضو پیشبری دسته هنرمندان زیر رهبری اکاشریف جورایف نام برآورد. با اجرای آهنگ‌های تشنیس درخت دوستی نمیپرسد هیچ معروف شد. حافظ خلقی تاجیکستان عنوان گرفته در فیلارمونی دولتی تاجیکستان کار کرده است. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خبر و گزارش‌های از این بیشتر و دوام روز از سامانه و صحیفه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیدا نمایید. خیر، خدا نگهبانتان.